سلام بینندگان ارجمند، شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم که مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در 15 دقیقه برای شما خلاصه میکند. این برنامه با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ آماده شده است. امروز چهارشنبه 30 ایول است. حالا با عنوان موضوعهای برنامه شناس شوید. همسایه‌ها و ساکنان محله مهرگان شهر ترسونزاده تا هنوز به مرگ دهشتبار خسرو ودینایف از دست پدرش باور ندارند. گزارش از جای حادثه. 4 سال درس شدم. کودکی بی آزار بود. یگان چی نشده؟ خیلی نصیبش بوده. مقامات امور دین در تاجیکستان وجود تبعیض نسبت ورزشگران تاجیک را که می‌خواستند در بازی‌های اسماعیلی اشتراک کنند رد نمود. یک مسئول یک چی مثلا خب معامله درست کرده است یا چی کرده است، این بیانگری آن نیست که در عموم سیاست جمهوری تاجیکستان همین گونه باشه. عائله سرباز فوتیده به خلاصه های تفتیشات باور ندارد و میگوید باید اسرار مرگ پسرشان در ارتش آشکار شود. در دوشنبه ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی برپا شد که صبح امروز به تاجیکستان رسید. جزئیاتی وابسته به گفتگوی دو جانب نشر نمی شود. در خبر سامانه پرزیدنت تاجیکستان گفته شده است که در این نشست دایره وسیع مسائل وابسته به مناسبت‌های دو کشور بررسی گردید. مسائل وابسته به همکاری دو جانبه تجارتی و اقتصادی و توجه جانب‌ها به رشد همکاری‌ها در ساحه‌های انرژتیک و صنعت، حمل و نقل بین‌المللی و دیگر ساحه‌ها گزارش شده است. سفر عراقچی به دوشنبه در حال صورت می‌گیرد که در پی جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در ماه ایون مقامات تاجیکستان به تکرار پشتیبانی خود را از تهران بیان کردند و روز 4 ایول در آذربایجان در حاشیه جلسه سازمان همکاری‌های اقتصادی ملاقات پرزیدنتان دو کشور امامعلی رحمان و مسعود پزشکیان برپا گردید. ایران با دلیل برنامه هسته‌ایش تحت فشار اروپا و غرب قرار دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت پدری که پسر 15 ساله‌اش را در شهر ترسونزاده به ماشین بسته و کشاله کرده سببگار مرگ کودک شده است بازداشت کردید. پرویز ودینایف 40 ساله برای شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش گمانبر دانسته می شود. درباره این حادثه در تاجیکستان اکثریت توسط شبکه‌های اجتماعی خبردار شدند، چون ودینایف صحنه پرسجوی پسری پرجراحتش را پیش از مرگ خودش ثبت کرده است. حادثه مذکور که از نظر وحشانیت و بیرحمیش کم نظیر است، در ذهن بسیاری ها حالا این سوال را خلق کرده است که چگونه پدر توانست نسبت فرزندش چنین بیرحمی را روا بیند. همکارانم علیشیر ظریفی و برات یوسفی از ترسونزاده گزارش می‌دهند. مرگ فاجعه‌بار یک نورس 15 ساله ساکنان محله مهرگان شهر ترسونزاده و دیگر گوشه‌های تاجیکستان را حیرت زده کرده است. طول 4 روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نواری بدن خونالود خسرو 15 ساله و سرزنش او از سوی پدر برای دزدی پول از خانه واکنش‌های زیادی را به بار آورده است. این منزل خانواده است که گفته می شود در پی شکنجه پدر پسرش جان داده است. فعلا در این خانه کسی نیست، زیرا آنها برای مراسم جنازه به ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان رفتند. تلاش‌های ما برای پیدا کردن اعضای خانواده و نزدیکان آنها در این محله بی‌نتیجه ماند و خود همسایه‌ها گفتند که همه آنها در ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان هستند. همسایه‌ها تا حال باور ندارند که خسرو از شکنجه پدر 40 ساله‌اش پرویز ودینایف فوتیده است. آموزگار صنف ابتدایی خسرو از این خانواده توصیف کرد. بچه وز منی بچه خوب بود. ما معلم صنف یکمشم 4 سال درس شدم. کودکی بی آزار بود. یگان چی نشده؟ خیلی نصیبش بوده. هیچ که نمیدونم. ما امروز توی داشتیم. خواهرم توی داشت کوچه طرف که 2 روز بود امروز دادیم اینجا نبودیم بگه. یومیم اینجا همه آدم چی گپه گفتن که خسرو خیلی مرده. چوکده دیگه هیچ که نمیدونه، هیچ نفهمیدیم ما. بعد چی نقل کن چی داد در اصل؟ هیچ نه اوچش همیشه دوای کده بچه‌م گفته گریه نولا داشت. چو کده گفت کی نمیدونم ایدین ابد در خونه نبود. آوردنش به حال خدای گفت. اینم قگاب گفت دیگه من نمیدونم هیچ. خودی پسرش در خودی خونم دستش که در دیگه جو فوت کرد. نه دیگه شما نمیدونم ما امی قگوف اوچه امو گودک نمی قگوف که گودک ما آوردن به حال خود بود.
یعنی که مردگی نه اک نظم جان داده اینا می قبض ها روی دستام دا جان داد گفت اینا می قبض اوچش دیگه من نمیدونم راست دیگه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که پدر نورس را به اتهام شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش بازداشت کردند. این نهاد با نشر یک بیانیه رسمی گفت گمانبر شونده 26 ایول تخمینا ساعت 10 پسرش را برای دزدی پولش در ماه می به مقدار 800 سومانی و بار دوم ماه ایول سال 2025 به مقدار 600 سومانی گمانبر دانسته است. وزارت گفته است پدر برای گرفتن اقرار از پسرش خسرو اودینایف او را به ماشین تیکو سوار کرده به جای بی‌آدم به زمین‌های حدود جماعت دهات نوآباد ترسونزاده برده است. آنجا به ناقل تقریباً 2 متر پای پسر را بسته تخمیناً 100 متر کشاله کرده است. در نتیجه خسرو جراحت وزنین برداشته در خانه‌شان جان داده است. مقامات نسبت پرویز اودینایف با اتهام قصداً رسانیدن ضرر به عاقبت‌های وزنین پرونده جنایی باز کردند. برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 15 سال زندان پیش بینی شده است. پرویز اودینایف سال 2007 از ناحیه تیمور ملیک به دهه مهرگانی ترسونزاده کوچیده آمدند. او قبلا محاسب جماعت ریگر شهر ترسونزاده و تا زمانی بازداشتش به قول همسایه‌ها رئیس محله بوده است. خسرو پسری بزرگ خانواده بوده، خواهر و 2 برادر داشته است. مقامات دینی تاجیکستان وجود فشار و تبعیض نسبت پیروان مذهب اسماعیلیت در کشور را رد کرده انتقاد سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق انسان را در این زمینه به اساس می‌نامند. این صحبت در حالی است که بنا به اطلاع دریافتی ورزشگران را از تاجیکستان نگذاشتند به بازی‌های اخیر اسماعیلی در شهر دبی سفر کنند. مقامات رسما این خبر را شرح ندادند ولی سازمان‌های حامی حقوق نمایندگان جامعه اسماعیلی‌ها در تاجیکستان که اساساً در ولایت مختار کوهستان بدخشان به سر میبرند میگویند آنها بعد سرکوب اعتراضهای سال 2021 و 2022 با محدودیت و فشار زیاد روبرو شدند. ارشاد سلیمانی گزارش میدهد. یکم حالتی فشار آوری هم نبود، یکم چی هم نبود. رئیس کمیته دینی تاجیکستان مانع شدن به حضور ورزشگران تاجیک در بازی‌های اسماعیلی را نقض حقوق اسماعیلی‌ها در تاجیکستان نمی‌داند. سلیمان دولتزاده رئیس این کمیته 29 ایول یک روز بعد از جنبست این بازی‌ها در دبی در نشست خبری در دوشنبه گفت که موضوع سفر ورزشگران به فعالیت نهاد آنها بستگی ندارد. در این موضوع با ما مراجعه هم نشده است، ما آگاهی هم نداریم و چی هم نداریم. اما در مورد اینکه گویان که مثلا حالتی پایمال شوی حقوق اقلیت‌ها ما این کار نمیکنیم که بعض مثلا حالت‌های انفرادی که مثلا یک مسئول یک چی مثلا خب معامله درست کرده است یا چی کرده است، این بیانگری اون نیست که در عموم سیاست جمهوری تاجیکستان همین گونه باشه. ورزشگران تاجیک از میان پیروان شاخه اسماعیلی مذهب شیعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان باید روز 17 ایول به شهر دبی امارات متحده عربی می رفتند و زیر پرچم تاجیکستان هنرنمایی می کردند. اما سامانه پامیر اینساید روز 12 ایول خبر داد که مقامات تاجیکستان مانع حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها شدند. هرچند تاکنون مقامات رسما اظهار نظر نکردند، اما برای آزادی نوار صوتی دسترس شد که در آن شخصی از مسئولان مکتب‌های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌خواست یگان کس به بازی‌های اسماعیلی سفربر نشود، در حالتی که اگر یگان کس سفربر شود نسبتش پرونده جنایی گشوده می‌شود و از وظیفه آزاد کرده می شود. در فضای مجازی برخی از کاربران و سازمان‌های سیاسی مخالفت مقامات تاجیکستان به حضور ورزشگران تاجیک در بازی‌های اسماعیلی را نقض نوبتی حقوق اسماعیلیان و فشار بالای این کمشمارهای مذهبی در تاجیکستان دانستند. اما رئیس کمیته دین میگوید آنها بعضی از کارها را به خاطر امنیت و رعایت ترتیبات انجام میدهند. در عموم مثلا اون ایرادهایی که گرفته می شود چی گرفته می شود یک چی هست، رعایت ترتیب و ترتیبات این عهده‌داری همه است. رعایت ترتیبات عهده‌داری همه هست. ما در عموم کمیته دین همچون مقام وکالتدار کوشش می‌نماییم که در دایره قانون‌های جاری توانیم نیازهای اعتقادی مردم نوبسته از پیروی کدام دین یا مذهب بودنش رو برآورده نماییم. بازی‌های اسماعیلی در دایره جشنواره جهانی دیدار یا گلوبال اینکاونترز فستیوال 2025 از 20 تا 28 ایول در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. بنا به اطلاع پایگاه ز اسماعیلی
در این بازی ها 25,000 شرکت کننده و تماشابین از 50 کشور جهان شرکت کردند. هرچند مقامات تاجیکستان مانع سفر ورزشکاران تاجیک شدند، اما صدهاتن با شمول برخی چهره‌های معروف اسماعیلی تاجیک از تاجیکستان و روسیه در این جشنواره به عنوان مهمان و رضاکار شرکت کردند. این بود گزارش همکارم ارشاد سلیمانی. شما با این موضوع چی نظر دارید؟ با ما نویسید بینندگان ارجمند. دادگاه حربی ولایت ختلان یک سرباز قشون‌های سرحدی را برای از تیر تفنگ به مرگ رسانیدن همخدمتش به مهلت 10 سال زندانی کرده است. حکم 29 ایول اعلان شد. خانواده سرباز کشته شده از قرار دادگاه راضی نیست و میگوید از بالایان شکایت خواهد کرد. دعوای آنها این است که در مرگ پسرشان به جز همخدمتش احتمال کسان دیگر هم دست دارند. مولا رجب یوسفی در این باره گزارش می‌دهد. 4 ماه می شود که غم این خانه را ترک نکرده است. فرزند این خانواده سنت الله قادروف ماه اپریل سال 2025 هنگام ادای خدمت در یک دیدبانگاه در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شد. مادر بعد مرگ فرزند 21 سالش بیمار شد و بعضاً از هوش می رود. این نوارها قبل از اعلان حکم دادگاه گرفته شدند. دادگاه نظامی ختلان 29 ایول اسدالله قربانوف را در مرگ همخدمتش گناهکار دانسته و 10 سال زندان محکوم کرد. معلوم نیست سرباز خود را گناهکار شمرده است و یا نه. پدر سنت الله میگوید از حکم ناراضی است و شکایت میکند. دعوای اساسی خانواده این است که کسی به فرزند آنها از پشت تیر زده است و احتمال به جز همخدمتش کسی دیگری هم در مرگ سنت الله دست دارد. دادستانی گفته است که سنت الله قادروف از پیش تیر خورده است و تنها یک کس در مرگ او گناهکار است. من خودم میدونم که تیر قفاز دیگه نه که مرا وقتی آوردن دیگه گفتن کاغذ دوادن و کدیم دیگه جون منتظرم ده به هم خیلی دیگه اصلا با ما مجبوریم هم قرض سری. والدین از دادگاه طلب کردند که پرونده به تفتیش علاوگی برگردانده شود، اما جواب رد گرفتند. بر علاوه این خانواده سرباز از فشار مقامات شکایت دارند. روز من نبودم، یک روز شنبه مقاماتای بالا اومدگان نمیدونم کی بودگان 5 نفر اومدگان اویلم فشار آوردگان همون روز غلیگه این اوکول دوروی رو نگاه یا پاکت این همین اوکول دورو این همین رو تو این کاغذای انالیزش این یک نمیشه که کاپله همین رو ما برای همین گرفتگیم که نمره تلفنشون اومده زن مقصد هر چی دیگه ما خوک کندیم بچه تا دویم برو برآوردیم شد تا مقصد شد دامی ویدیو برآمد کده ایخی کده ما مجبور شدیم که دامی ویدیو کو برآمد کنیم برای که یگان مقامات های پایانی که گفت ما رو گوش نمیکنن که این مرد تنها یک دعوا دارد. این فرزندان همش نابالغن هم با چی خدمت برسن ما همیشه ویدیو همین دولت میکنم نه که همین حقیقت ما دبو برو رو کنن ما بفهمیم که برای چی فرزندی ما رو کشته. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن سربازان ثبت شده بود. مقامات پیوسته از بهتر شدن وضع در ارتش توصیف میکنند، ولی هنوز هم والدان برخی سربازان از شرایط نامناسب و آزار و اذیت نوسکران شکایت دارند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. برنامه در همینجا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه azadi.org و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.